آلیشه عزیزم، من دکتر ویتا حسینی هستم، مدرس هستم و روانشناس. به یه قسمت دیگه از سری پادکست هایی که عاشقانه براتون ضبط میکنم خوش اومدین. با هم گوش کنیم. قبل از اینکه وارد مراقبه بشی دلم میخواد یادت باشه که تو از جنس نوری. نور. میدونی از جنس نور بودن یعنی چی؟ هم ریشه. یعنی اینکه تو به این دنیا اومدی برای اینکه درون خودتو هر روز آگاهانه پر نور کنی، از کینه و حسادت و خشم پاکش کنی و برق زندگی بزنه سلول هات. تو از جنس نوری، تو از جنس عشقی. از جنس عشق بودن میدونی یعنی چی؟ یعنی نگاه نکنیم به این که هر وقت آدمای اطرافمون اونی که ما دوست داریم شدن بهشون محبت کنیم، هر چی که هستن بهشون عشق بدیم، چون میدونیم وقتی به کسی عشق از سر بی نیازی میدی درون خودت داره پر عشق میشه. تو از جنس آگاهی هستی. یعنی چی؟ یعنی من و تو نیومدیم تو این دنیا آدما رو بهتر کنیم، زندگی رو، کائنات رو، حتی به خدا دستور بدیم که چی خوبه چی بده. ما اومدیم تو لحظه های بیشتر و بیشتر و بیشتری حواسمون باشه به این که کیم، چه فکرایی داره تو سرم پخش میشه، چه صداهایی، چه حسهایی، چه وجودی. تو از جنس نوری، از جنس عشق و از جنس آگاهی. هر خاطره منفی داری بذار کنار، به نور بودنت فکر کن. میخوایم یه مراقبه خیلی قشنگ با هم بریم. حاضری هم ریشه؟ دلم میخواد از تمام خستگی ها و روزمرگی ها یه فاصله بگیری، یه نیم ساعتی رو به وجود خودت هدیه کنی. خسته است، دلش یه آرامش میخواد، نه؟ یه گوشه‌ای استراحت کن یا بشین یا تکیه بده، چشمهای مهربونتو ببند. میخوایم یه سفر جانانه فوق‌العاده با هم تجربه کنیم. سعی کن با صدای من هر چیزی که میگم و متصور بشی، تجسم کنی و هر چقدر عمیق‌تر بتونی چیزایی که میگم و تصور و تجسم کنی، تأثیر بیشتری میگیری از مراقبه.